ایالات نیسان 110 کیلومتر در ساعت. در مورد فاصله طولی تغییر مسیر ناگهانی راننده خوبی؟ متشکرم. ممنونم. راننده شما گواهینامه پای دوم داری، یعنی چی؟ یعنی اینکه 2 بار شما امتحان آیین نامه دادی. آیین نامه رانندگی شما رو تایید میکنه. چرا به صورت تهاجمی رانندگی میکنی شما؟ خود این بود عجله داشتم. عجله‌ای بود، میخواستم برم کارخونه، دیرم شده بود. تأخیر شما علت میشه برای اینکه جون خودتون رو با دیگران خطر بندازین؟ نه. شما سبقت از راست داشتی، حرکات مارپیچ، عدم رعایت فاصله طولی، عدم استفاده از راهنما، عدم استفاده از کمربند ایمنی، عدم رعایت نقطه تقدم، چند تا تخلف پیش اومده دیگه. حادثه از همین جور تخلفاتی که شما انجام دادین به وجود میاد. علت اکثر از تصادفات ما سرعت غیر مجازه. شما لاستیک ماشینتو نگاه کن. با این وضعیت لاستیک شما دارین با این سرعت میرین. عجله واقعا عجله. سبقت از راست، عدم رعایت فاصله طولی، عدم استفاده از کمربند ایمنی، عدم استفاده از راهنما هنگام تغییر مسیر و لاستیک صاف، نقص فنی مستمر. درسته. بعد جناب سرمان هیچ جایی امروز من برم، حالا فردای پس فردای بدون اغماض شما جریمتون رو میشین، ماشینتون هم به پارکینگ انتقال داده میشه. به خدا با نیسان آبی خیلی خطرناکه. خوب شد رفت پارکینگ. خیلی کار خطرناکی داشتن انجام میدادن. تو این بخش در خدمت رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استانمون هستیم، یعنی جناب سرهنگ کوشا. آقا سلام مجدد، خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم جناب آقای حاجی احمدی. سلامت باشین. و همچنین خدمت بینندگان محترم برنامه صبح عالی در خدمتتون هستم. سلامت باشین. حالا قبل از اینکه برنامه شروع بشه با جناب سرهنگ صحبت می‌کردم و توی خبرها هم خوندیم یه فناوری وارد حیطه کاری شما شده، فناوری جدید به نام پلاکخانه هوشمند. این چیه جناب سرهنگ؟ قضیهش چجوریه؟ مزایاش چیه؟ خب خدمت هم بینندگان عزیز عرض کنم که یه فناوری به نام OCR جدیداً در کار ما وارد شده. تمام هدفش خدمت به شهرونده. ما قبلا خیلی اعتراضات خیلی زیادی داشتیم در مورد اعمال قانون. شهروند میومد به ما مراجعه میکرد، میگفت اصلا ما در این محلی که اصلا نرفتیم اعمال قانون شدیم، یا اصلا این تخلف من مرتکب نشدم، یا ماشین من اصلا تو پارکینگ بوده، چجوری میشه برای من از فلان استان فلان شهر جریمه اومده. اما جدیداً برابر مطالبات شهروندان جهت حفظ حقوق شهروندی و افزایش رضایت شهروندان، پلیس اومده از فناوری استفاده کرده،
که افسر رو مجاب میکنه ضمن اینکه اعمال قانون انجام میده در همون زمان عکس پلاک اون وسیله رو تو هنگام اعمال قانون ضمیمش کنه. و مزیت دیگه‌اش اینه که قبلا شاید یه افسری کاغذ برمی داشت تخلفات رو جمع میکرد، اگه سیستم مشکل داشت 2 ساعت 3 ساعت بعد وارد میکرد، دیگه اون شخص در اون زمان در اون محل حضور نداشت. الان دیگه این امکان رو سیستم به افسر نمیده، افسر موظفه در همون مکان در همون زمان و همون لحظه اعمال قانون رو انجام بده که این مشکل حل بشه. الان ما اتفاقاتی داریم میفته که مثلا افسر اعمال قانون کرده به صورت تسلیمی هم اعمال قانون کرده، اشتباه همیشه تو کار هست، سین رو با صاد اشتباه میگیره یا اینکه دقت نمیکنه گواهینامه رو اشتباه میزنه چون تخلفات زیادی جمع کنه. این امکان وجود داره که اگه معترض به ما مراجعه کرد هم سوابق گواهینامه‌اش وجود داره، هم شماره پلاکی که افسر وارد کرده وجود داره و هم تصویر پلاک وجود داره. در صورت اعتراض معترض به همه اینها میشه رسیدگی کرد. این از مزایای این سیستم OCR هست و این فناوری که الان خدمتتون توضیح دادیم. بسیار عالی. چون وقتمون محدود هست تو این بخش، من سریع برم سراغ سوال بعدی. این که داریم نزدیک میشیم به فصل سرما، توصیه‌های ترافیکی شما چه جناب سن؟ من تو جلسه قبل که خدمتتون بودم در خصوص رعایت سرعت مطمئنه نکاتی رو خدمت بینندگان عزیز ارائه دادم و بند دوم اشاره کردم به رعایت فاصله طولی. نگاه کنین الان فصل سرماست، بارندگی ها، نزولات آسمانی در حال باریدن هست و در بعضی از استان‌ها حتی ما بارش برف داریم. رعایت فاصله طولی یکی از این مواردی است که حتما در بارندگی ها بایستی لحاظ بشه. در ماده 173 آیه‌نامه راهنمای رانندگی اومدن بر اساس تجربه یه چیزهایی رو تقریر کردن و تبدیل به علم شده. ما الان برابر اون متون به شهروندانمون میگیم اینقدر فاصله با اینقدر سرعت با وسیله جلویی باید رعایت کنیم، بعضا میخندن میگن خب اینقدر فاصله، اما در صورتی که ما تصادفات میبینیم که 5 تا 6 تا ماشین به صورت زنجیروار به هم برخورد کردن. خب به نظر شما چطور میشه این زنجیر رو از هم وا کرد؟ مثلا شما حساب کن 6 تا حلقه زنجیره، اگر یکی از این حلقه ها از اون یکی فاصله بگیره دیگه زنجیرها به هم وصل نمیشه. اگر یک راننده در این تصادفات زنجیره‌ای این مقرراتی که ما میگیم رو رعایت کنه، دیگه این اتفاق نمیفته که 7 تا 10 تا ماشین پشت سر هم به هم دیگه برخورد کنن. خب زمین خیس مطمئنا استکاک لاستیک با سطح آسفالت کمه، رانندگان حتما با سرعت کمی داشته باشن، توجه کافی به جلو داشته باشن، فاصله طولی بیشتری نسبت به زمین خشک بایستی با وسیله جلویی داشته باشن. ما یک قاعده 2 ثانیه داریم، میگیم 1001 1002. اگر بگیم 1 2 خیلی سریع اتفاق میفته، نیم ثانیه میشه 2 ثانیه رو شمرد، اما برای همین گفتن که بگین 1001 و 1002. شما همیشه یک فاصله 2 ثانیه‌ای بایستی با وسیله جلویی داشته باشی، اما در زمانی که زمین خیس هست بایستی این 2 برابر بشه. زمانی که زمین برفی هست 3 برابر و زمانی که یخبندانه، برای اینکه ایمن بمونیم و خودمون و وسیله‌مون و دیگران در ایمن باشن این فاصله حتما بایستی رعایت کنیم. متشکرم. ممنونم از اینکه تشریف آوردید، استفاده کردیم. با شما قرار هست که خداحافظی بکنیم. متشکرم. سلامت باشین. جان فرهنگ کوشا، رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان